سلام و عرض ادب. امیدوارم جور صحتمند باشین. امروزا بحث سفر معاون سازمان سیا به افغانستان بسیار داغ است. میخواستم کوتاه چند نکته را اضافه بکنم. خب در این که آیا این ملاقات صورت گرفته یا نگرفته، مقامای طالب ایره رد کردن و هواپیمای حامل معاون سازمان سیا بعد از برخاستن از اسلام آباد مقصدش را تاجیکستان اعلام میکنه، اما در آسمان افغانستان رادارها خاموش میشه. ای که آیا در بک‌گراند فرود داشته و نداشته و با چه کسی صحبت کرده، خب گویا حالا باید محرمانه بمانه. اما وقتی رفت آمدها را چک میکنیم، این روزها دیپلمات های آمریکایی به هر بهانه‌ای رفت آمدشان زیاد است در منطقه ما و به خصوص در کشورهای حاشیه خلیج فارس. به عربستان رفت آمدهای پرتکرار دارن و همینطور در امارات متحده عربی. حالا بس کجا جالب تر میشه این که سران طالب هم به همین دو کشور چند ماه، یکی دو ماه بسیار رفت آمدهای زیادی را داشتن. این که چه اتفاقی میفته، خب هم مثل همون تفاهم نامه با آمریکایی‌ها گویا محرمانه است و قرار نیست سالار رسانه‌ای بشه. اما یک شگرد آمریکایی‌ها خوب یاد دارن. آمریکا به هر طریقی شده تصمیم دارن که طالبا را از چین و روسیه و ایران دور نگه دارن. حالا این را به هر طریقی ممکن، یا با تهدید و یا با مذاکره و دادن وعده و وعید میخواین محقق بکنن. آمریکایی‌ها، دیپلمات های آمریکایی به یک کار خیلی تبحر خاص دارن: مذاکرات فرسایشی و دادن وعده و وعید هایی که هیچگاه محقق نمیشه. با انجام مذاکرات فرسایشی میخواین آمریکایی ها عموماً تلاش میکنن که امتیازات اساسی از طرف مقابل بگیرن و اندک امتیاز به طرف مقابل بتن و این کار را با فرسایشی کردن مذاکرات به خوبی و ماهرانه انجام میدن. حالا باید دید که این شگرد آمریکایی ها در مورد طالبان هم صدق میکنه و میتونن آمریکایی ها چین را دور کنه از افغانستان و یا کار به جای باریک میکشه. حق یار مددکاره.